توی این ویدیو میخوایم نگاهی داشته باشیم به زندگی بازیگران سریال عشق بی حد و مرز و سرکی بکشیم به زندگی خصوصیشون، ببینیم همسر و عشقای واقعیشون چه کسانی هستن. دنیز جان اوکتاش که نقش خلیل ابراهیم رو بازی میکنه، متولد سال 1993 در استانبول ترکیه است. اون در سریال‌های زیادی همچون دروغگوهای کوچک شیرین، سریال پزشک دهکده، سریال زندگی گاهی شیرینه و سریال با مدیر برنامه‌هایم تماس بگیر ایفای نقش کرده. این بازیگر که در حال حاضر 32 سال سن داره مجرده، ولی در سال 2019 با همبازی خودش در سریال عشق تو را به گریه میاندازد، یعنی هفسانور سانجاک، وارد رابطه عاشقانه شده، ولی عمر این رابطه بیشتر از 3 سال نبوده و از هم جدا شدن. میرای دانر که نقش زینب رو بازی میکنه، متولد سال 1999 در استانبول ترکیه است. اون در سریال هایی همچون جزر و مد، سریال وطنم تویی و سریال تخت سیاه ایفای نقش کرده. این بازیگر که 26 سال سن داره مجرده، ولی مدتیه با آتا جانر چشلی اغلو در رابطه عاشقانه است. بورات چینیک که نقش کان رو بازی میکنه، متولد سال 1992 در استانبول ترکیه است. اون اولین بار در سال 2013 با بازی در سریال روز سیاه جلوی دوربین رفته و با بازی در سریال قیام عثمان به شهرت رسیده. این بازیگر 33 ساله ترک تا حالا 2 بار ازدواج کرده. اولین بار در سال 2013 با مدل ترک آیشه نور اسکان ازدواج کرده، ولی عمر این ازدواج 2 سال بیشتر نبوده. بوراک برای دومین بار در سال 2024 با اج بایراک که منیجر بازیگرای ترک است ازدواج کرده و حاصل این ازدواج یک پسر به نام کان اسلان هست. بیران داملا یلماز که نقش یاسمین رو بازی میکنه، متولد سال 1997 در استانبول ترکیه است. اون در 16 سالگی با بازی در سریال غنچه‌های زخمی در نقش ایلول به شهرت رسیده و در سریال‌های معروفی همچون سیب ممنوعه، سریال سعد و سریالی که اخیراً در حال ایفای نقشه یعنی سریال خلیفه بسیار درخشیده. این بازیگر که 28 سال سن داره، مدت 1 سال و نیم با تاجر ترک یعنی عبدالرحمن آیدین وارد رابطه عاشقانه شده و اخیراً عکسی از نامزدی و حلقه‌ای که دریافت کرده به اشتراک گذاشته و نامزدیش رو اعلام کرده. بوراک سونیچ که نقش فکرت رو بازی میکنه، متولد سال 1985 در زینگولدای ترکیه است. اون در سریال‌های همچون به خاطر پدرم، سریال قول و سریال اتاق قرمز ایفای نقش کرده. این بازیگر 40 ساله ترک در سال 2015 با بازیگر سینما شیرین کلاووس ازدواج کرده، ولی در سال 2021 از هم جدا شدن. اون بعدش با بازیگر سنا چاکیر وارد رابطه عاشقانه شده، ولی متاسفانه از اون هم جدا شده و در حال حاضر مجرده. اسرا درمانچی اغلو که نقش آسیه رو بازی میکنه، متولد سال 1968 در استانبول ترکیه است. اون در سریال های همچون فاطمه گل، سریال سده باشکوه کشم سلطان و سریال روزگارانی در چوکوروا ایفای نقش کرده. این بازیگر 57 ساله ترک تا به حال 3 بار ازدواج ناموفق داشته که آخرین اونها سال 2010 با مهمت درمانچی اغلو بوده و حاصل این ازدواج یک دختر به نام رافیا هست. چالا ایرماک که نقش ادانور رو بازی میکنه، متولد سال 1997 در آنکارای ترکیه است. اون برای اولین بار در سریال غنچه‌های زخمی بازی کرده و خیلی دیده شده و در سریال‌های همچون قاضی، سریال روز صفر و سریال توبه توبه ایفای نقش کرده. چالا که 28 سال سن داره مجرده، ولی مدتیه با بازیگر اوزگور جم در رابطه عاشقانه است. اسنوگل ایپک که نقش جیلان رو بازی میکنه، متولد سال 1993 در آنکارای ترکیه است. اون در سریال‌های همچون بازی سرنوشت و دستم را رها نکن ایفای نقش کرده.
این بازیگر 32 ساله ترک مجرده و تا به حال ازدواج نکرده، ولی مدتیه با مت آکیل در رابطه عاشقانه است. جمال اونال که نقش ایلماز رو بازی میکنه متولد سال 1976 در استانبول ترکیه است. اون در سریال‌های زیادی همچون قیام ارطغرل، سریال بی صداقت و سریال دختری پشت پنجره ایفای نقش کرده. این بازیگر 49 ساله ترک در سال 2011 با خواننده لاله جانگال ازدواج کرده و حاصل این ازدواج یک پسر به نام دوان آتیلا هست. ولی این زوج بعد از 13 سال زندگی مشترک در سال 2024 از هم جدا شدند. این بود از همسرها و عشقهای واقعی بازیگرای سریال عشق بی حد و مرز. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنین.